وقت یکایی که عزیزان بخیر. دی لند هستیم، مرکز گیربکس های دی ایران. گیربکس ایندونا پلاس هم باز شده. هر سری گیربکس های دی رو ما باز میکنیم برای تعمیرات، ولی این سری برای پیشگیری و سرویس های دوره‌ای باز شده، چرا که این گیربکس 118,000 کیلومتر کار کرده بدون هیچ ایرادی هستش. الان فقط میگم باز شده برای پیشگیری از ایرادهای احتمالی. خب سرویس خنک کن رو داره، تعویض فیلتر رو داره و بازدید کامل کیت کلاژر داخل گیربکس رو داریم. خیلی خوبه که توی گیربکس های دی ای به دلیل اینکه فیلتر کوچیکتری دارن و اون مجرای ورودی روغن خود فیلتر کوچیکتره، خیلی خوبه که شما اگر گیربکستون شرایط ترافیکی زیاد رو تحمل میکنه، کیلومترهای بالای 70,000 تا حتما تعویض بشه و اگر نه حتما توی شرایط 110 تا 120 تا حتما تعویض بشه این فیلتر، که مجرای روغن کیپ نشه و روغن رسانی به قطعات داخلی گیربکس به خوبی انجام بشه. دی لند هستیم، مرکز دی ایران.